بینید اویلا در اونجاست. بیایید ببینید در زیر این خاک میباشم. شما هممون رو آنجا گذاشته، سلیم مرا و پدرم رو آنجا گذاشته، ما رو پریشان کرده. محبس بهتر است، اما بیرونی خیل نیست. بسی مایمون میخندن و از قبا باشد فرزندی قاتل میگفتن. میدونید که به پدر بودن چقدر دشوار است، به خانه بودن، به عائله بودن. آیا به دیگران محتاج بودن چیست شما میدانید؟ من فهمیدم، با واسطه شما ما هر دو فهمیده. فکر نکنید که سلیم گپ زدن نمیتواند یا با پا خسته دردش رو گفتن نمیتواند. از همه خوب او میداند. شما هم فهمید. ببینید با ما چی کار کردید. ببینید بیهوده آرزو نکنید. من بعد شما نیسته. هستم. این کار کنید همان مادر شما هستم. شما هر دو کودکی من و جانی من هستید. من کودک نیستم. کلان شدم. آیا نمیبینید؟ وقتی که شما پدرم رو کشتید من کلان شدم. پسر جانم، وعده میدهم که همه چیز رو اصلاح میکنم. همهش بسیار خوب میشود. خواطر نشو. بس است. این کودک رو بیهوده امیدوار نکنه. هر دوی امان رو امیدوار نکنه. گیرید. اصلاح میکنم. حالا میبینید. اصلاح میکنم. سلام علیکم جمال. و علیکم السلام. گوشت نقص هست؟ با من گوشت در کار. با تو گوشت نمیدیم چنگیز. دیگر قرض داده نمیشود. توبه استغفر الله. کی قرض پرسی داده؟ نفهمیده و گوش نکرده گپ میزنی. حالا با من 1 کیلو گوشت لحم و 10 پاره گوشت قبرغه ده. گیر. دفتر را نیز برار. چقدر قرض داشته باشم بگو که پرداخت کنم. سلیم جان، برای یک عائله شدن ما با مادر و پدر احتیاج نداریم. ما هر دو به یک دیگر مادر، دادر، اپا و پدر شده می توانیم. راضی هستی؟ گوش کن، همه چیز رو اصلاح میکنم. به تو وعده میدیم. با مادرم باور نکن. چه خیلی که گفتم من بعد اون نیست. ما هستیم. تنها ما هر دو هستیم. به کسی احتیاج نداریم. به تو وعده میدیم که تو رو از برم دور نخواهم کرد.
همه چیز رو اصلاح میکنم، همه چیز رو آباد میکنم و هر دو تنها هر دومون اویله میشویم. هر دومون. تو رو دوست میدارم سلیم، تو رو سخت دوست میدارم. الو بخشیش، بغیر از تو کسی ندارم که زنگ زنم. به یاری تو احتیاج دارم. آیا کلید نداری که تق تق میکنی؟ من با تو حیرانم زنک. اگر دیگر زن می بود در کجایی که غلطم اونجا رو قصر میکرد. پای افضل را بده. تو خرید کردی؟ با چی چنگیز؟ با گوری آچت، با گوری آچت. من بر این مرد برای چی با تو بر این زنی به عقل زندگی میکند نمیفهمم. سبحان الله. اینها چیستن چنگیز؟ در منطقه ترکیه چریده است و گوشت قبرغه آن است. مربای تازه کیسری، پنیر کهنه از ارزروم آمده است، پنیر علفی از منطقه ون و حسیب، یکی از قیمتترین. میدونی چی؟ اگر کمی با سودا ارزون میکردم با پول این اسب پایگه میخریدم. چنگیز اینها بسیار قیمتند. تو حالا سراسی من نشو. از ماهیداران نروژ ماهی سام. ماهی سام؟ با چی اینها رو خریدی چنگیز؟ با بوسه. با چی میخریدم نابکار؟ با پول. انا بین. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ از خواجه خیزر گرفتم زنک جان. از کجا میافتم؟ از آن بازی هایی که هنگام تماشای آن تو لبانت رو کج میکردی. باز بازی کردی؟ من بعد بازی نمیکنم گفته بودی کو؟ بسیار سفسطه گفتم مرا عصبی نکن. بازی نمیکنم گفته بودی چنگیز. تو خوراک دائمیت را بخور، من باشم اینها را میخورم. مادر این شام گوشت میخوریم. گوشت میخوریم دخترم. بگیری نش از آن توست. دل چیزی که خواهد خر. دختری زردم. این چی بلا بود؟
این چی بلا بود که به سرمون آمد؟ آن پول امید یگانه من بود. فؤاد آرام شو. پلیس جستجو میکند. اما ما هم باید کمی فکر کنیم. شاید اجاره دهنده نگرفته باشد برای آنکه آدمی خوب گفتی. همش هنگامی سلیم رو گذاشته به بالا رفتن شد. شاید در راه هنگامی با اجاره دهنده رفتن افتیده باشد. ندانم. همش خطاگی من است. باید احتیاط میکردم. الوان، خدا خواهد پول یافت می شود. اگر نشود هم دنیا به آخر نرسیده است. گوش کن. اگر خواهی من به تو کمی قرض میدهم. بعد یگان کار یافته کار میکنی و آهسته آهسته برمیگردانی. قبول کرده نمیتوانم. باری دیگر از من پرسان نشو. باید کار باشد صحبت میکنیم. اما درد کلانی من فرزندانی منند. سلیم هم رفت. با کجا میروند؟ چیکار میکنند؟ چی طور نگاه بین میکنند؟ آرام شو الوان. کودک به یگان جا نرفته است. در دستی اپاش است. فهمیدی؟ لبای من. فهمیدم. انتظار شود می آیم. مزاجم یک دعوای پرماجرا دارد. مالش هیچ گپ نی. اینطور باشد بعدا در تماس می شویم. برای یافتن کار من هم کوشش می کنم. اما بسیار غم نخور. مالش همش خوب می شود. مرحمت خواهرم. سلامت باشید. قوتی کار امکی رمزی. قوتی کار. تشکر. تو چه حال داری؟ خوب هستی؟ خوبم امکی رمزی خوبم. من 1 کیلو افلوسون میگیرم و 2 کیلو سیب، 2 کیلو نوک و 2 کیلو دیگر لیمو. ما لیمو نداریم پدر. حاضر از همسایه گرفته میارم. سرکان با اسرا نیکو میکنن. از این خبر داری؟ سرکان پیامک فرستاد. من از فاتحه شدنشون خبر نداشتم. تو از یگان چیز خبر نداشته ای؟ میدونی که چی ها شد؟ سرکان اسرا رو به کپادوکیا برده. در پوفک هوایی با او تکلیف آیله دار شوی رو کرد و باز گفته است که اگر نگویی خودم رو از اینجا میپرتایم. به حق بوده است. همسالانمون هم یک آیله دار میشوند. سالی آینده علی برای خواستگاری سرای می اومده است. نوبت به تو هم می آید. این خبرها دروغ است. با آوازهای مردم باور نکن. سرای با علی چیکار دارد؟ هفته آینده آیله ما به ده می روند. هنگامی نیکو به تماس برایم یک جای می رویم. میبینیم. از تو 15 لیره. مرحمت دخترم. تشکری زیاد. بیایید اپا بیایید. تشکری زیاد. خدا یارتون بود. با پدر و مادرت سلام رسون. میرسونم. دختری خوب است. به من پسند است. در بین چیزی نیست. یگان گپ نیست. اما به تمامی محله آوازه کردند. حتی این دختر هم خبردار شده است. اومده به من میگوید که علی برای سرای به خواستگاری می آمده است. خیر چی شده است؟ آخر فکر کنید پدر. نام سرای رو آوازه میکنند. نه فکری تو خطاست پسرم. خیلی میگویند با یک دختر 1000 خواستگار میآید و نصیب یک کس میشود. این کارها عیب و گناه ندارد پسرم. پچق نکن اپا. تو را پچق کنن میفورد. این جای ها را با پوسیده ها پر کرده ای. آخر پول میدیم بیمان که چیزی خوب خریم. خدایا توبه کردم. کمتر دیگر مونده است. بین رسیدیم. حالا من برای تو خوراکی با مزه را میپزم. با آبیگر همون میکنیم که بوی مشک میشوی. فهمیدی؟ میدونم که خنک خوردی. کمی صبر کن. مالش. دیدی رسیدیم. حاضر در را میکشویم. سرای؟ سلیم در اینجا چی کار دارد؟ ینگم در خونه است. در خونه است. مادر دخترم تو به کار نرفتی ها؟ سرای سلیم اینجا چی کار میکند؟ ینگه خونه درایم که سلیم خنک خورد. من در خونه همش رو میفهمونم. مالش. بیا جونی من. بیا سلیم جان. شنیدم به خونه سوزان برده است. او دیگر به خونه خاله‌اش نمیرود. با او چطور نگاه بین میکنند. من کارم حل شده گفته بودم که به این احوال گرفتار شدم. اکنون او رو به تو نشان نمیدهند. اپای الوان
боз ба назди дараш наравед ки ба қароргоҳи полис мебаранд. худо нигоҳ дорад боз зиндонӣ нашавед. қароргоҳи полис муҳим нест, аммо роҳати Салим муҳим аст. сераи рӯзона дар хона намешавад. дуруст мегӯед. акнун чӣ кор мекунед апа? кор медароям, хона иҷора мегирам, боз ягон кори дигар мекунам. хай дар куҷо меистед? не, мехоҳам бигӯям ки дар хонаи мо истед, аммо аҳволро медонед. не, якчанд шиносҳо ҳастанд. хонаи онҳо меравам. ман бояд телефонро хомӯш кунам. осия, фаҳмо эҳтиёт шавед. майлаш, худоёр мададгоратон буд. додарҷон, ягонам. зуд меоям. майлаш, зуд меоям. ман тоқат карда наметавонам. бо кӯдаки бемор машғул шуда наметавонам. модарҷон, ором шавед. шояд барои меҳмонӣ омада бошад, боз гирифта мебарад. не, гӯш кун чӣ мегӯям. инҳо ин кӯдаки беморро ба гардани мо бор мекунанд. ман бори дигар мегӯям ки ин дафъа тоб оварда наметавонам. аниқ аз ин хона меравам. янга, кӯдакро аз дасти холаам мерал гирифта кӯча ба кӯча давр мезаданд. нигоҳубин карда натавонистанд мегӯянд ва ман шабона дар куҷо истодаед гӯям ҷавоб намедиҳад. хайр, ҳамин тавр аз дастонаш гирифта ба хона овардам. намехоҳам ки дар назди ӯ истад. янга, намехоҳам ки кӯдак кӯча ба кӯча сарсон шавад. ки нигоҳубин мекунад? ман. чӣ хел нигоҳ мекунӣ? охир ту саҳар ба кор рафта бегоҳ меоӣ. як ё ду моҳ баъдан ман ягон ҳуҷраро ба иҷора мегираму мекӯчам. модоме ки аз мо ҷудо шудам, мехоҳӣ барои чӣ ин қадар интизор шудӣ? ту фикр мекунӣ ки мустақилона зиндагӣ кардан осон аст? пули кор кардаатро барои додарат харҷ мекунӣ ё ин ки пули иҷораро месупорӣ? ба фикрам ман беҳуда гап мезанам. охир амакатон шуморо нигоҳубин мекунад. ризқи моро кам карда иҷора пули шуморо месупорад. ҳамин тавр не? нахуд ин тавр шавад. янга, як дақиқа. ман ҳаминро нафаҳмидам. агар Салим мин баъд инҷо зиндагӣ кунад, баъд чӣ мешавад нафаҳмидам. кани ҷавоб деҳ. ки Салимро нигоҳубин мекунад? ман ё Гулсум? чӣ? Гулсум? ман худамро нигоҳубин карда наметавонам. боз Салим? шумо девона шудаед магар? ба гардани мо овезон нашавед. фароед духтарам, фароед. дастамонро додем, аз оринҷ меқапед. бас аст, ҳамаш ба дилам зад. гирья накун, гирья накун. гирья накарда ба амакат ҳамашро нақл кун. бигӯ ки чӣ хел ба гардани мо бор шудед. чӣ гап аст? серай? гап зан. ба амакат гап зан ҳамашро. чаро хомӯшӣ? боз чӣ шуд? гап зан серай. серай чӣ шуд? каме пеш булбулакат мехон. ба амакат гап зан. чаро хомӯшӣ? шумо ману серайро танҳо гузоред. берун бароед. бароед. گذر دخترم، شین گذر. خدایا توبه. اینها مرا میکشند. من با رمزی آیله دار شدم. تمامی اولادش به گردن من بار شد. آخر چی گپ است؟ اون کس به من فهموند. چی شدنش رو من نقل میکنم اکا جون. این سرای هنگامی اومدن سلیم رو گرفته اومده است. میگوید که من بعد سلیم با ما زندگی میکند. من به شما میگویم که من تگ این کودک رو توزیع نمیکنم. شما خود چیکار کردنی باشد کنید.
ҳамааш ҳамин аст амак. бардошт карда натавонистам. чӣ тавр нигоҳубин карданамро фикр накардам. янгаам рост мегӯянд. акнун чӣ кор мекунам намедонам. агар нахоҳе ва асабӣ шавӣ, ман Салимро гирифта аз ин ҷо меравам. ба куҷо меравӣ духтарам? оё рифату гулсумро ба кӯча мепартоям ки ту Салимро партоям? шумо барои ман амонати раҳмати акаам ҳастед. ман ки ин ҷо бошам куҷо меравӣ? амак хайрат ки ҳастед. ҳозир ягона илоҷ ором кардани янгаат аст. шояд ягон кӯдакбон мегирем, илоҷашро меёбем. иҷозат ҳаст? биё писарам. амакҷон, ман аз кор мебароям. пул ҳам талаб намекунам, ҳам Салимро нигоҳубин мекунам ва ҳам корҳои хонаро иҷро мекунам. шояд кори янгаам ва гулсумро сабук кунам. лозим нест. ман ёрӣ мекунам падар. мо Салимро якҷоя нигоҳубин мекунем. офарин шербачам. гулсум ҳоло намедонад, аммо бо гузаштани вақт ҳатман мефаҳмад. рафиқ имрӯз ҳаст, аммо пагоҳ нест. аммо хештаборӣ бояд чунин набошад. шумо акаву хоҳар ҳастед. аз ин решаи пурқувват ҳаст. ман Салимро як хабар гирам. майлаш. падарат давон давон омада духтар доштам гуфтанашро тол дар ёд дорам. пас аз марги Тоҳир дар ин хона чӣ азобҳоро кашидаамашро медонам. яъне гуфтан мехоҳам ки ҳар инсон мехоҳад ки дар хонаи худаш бошад. албатта ин ҷо хонаи туст. яъне аммо чӣ хел гӯям, инсон мехоҳад ки хонаи худаш бошад. аз они худаш буданашро мехоҳад. мефаҳмӣ? амакҷон, оё ман дуруст фаҳмидам? шумо мехоҳед ки ман ва Салимро аз ҳамдигар ҷудо кунем? не духтарам, ту маро хато фаҳмидӣ. ман ин тавр нагуфтам. ман муфассалтар мефаҳмонам. онҳо то ҳол дар бораи чӣ гап мезананд? модарҷон, ҳеҷ чиз шунида намешавад. аммо ман ба шумо мегӯям ки ин духтар маро ба падарам бад мекунад. ҳамаш ҳамин. ба худо ман ба онҳо иҷозат намедиҳам. иҷозат намедиҳам. бас аст. яктарафист. аз маҳаллаи конаи мо акаи ҳасан аст ку? рамзи чӣ гап аст? дар хонаи худам маро ба як кунҷак тела карда худатон дар ин ҷо ба ҳузур суҳбат карда нишастаед. агар ӯ ҷиян бошад, ман ҳамсарат. ҳайфи ту бар ин зан, Сузан. ҳайфи ту бар ин зан. дар назди кӯдакон маро нафаҳмида гапҳоятро бин. як чизро нафаҳмида гап мезанӣ. нафаҳмида? чаро нафаҳмида будааст? шумо маро ғайбат мекунед. дигар як калимаам нагӯ. падарҷон, бас хомӯш шавед. инҳо кӯдакони ҳамин хонаанд. дилшикаста накунед. бас модарҷон, яктоям, гирья накун. гирья накун. гӯш кун. то даме ки дар назди амакам бошем ба мо ҳеҷ чиз намешавад. фаҳмидӣ? ҳаргиз натарс. касеро низ гӯш накун. минбад доимо якҷоя ҳастем. модар.
نازلی زودتر. بله با کجا می رویم؟ اگر گویم سورپریز نمی شود. سورپریز؟ کو با ماشین سوار شو. تزمه رو ببند. تو هم بسیار زحمت کشیدی پسرم. تو اینجا سرسون شدی. کمی هوا خنک شده است. گفتم که پسرم در حال خواتیر شد. چی ها میگید خاله جان؟ آخر شما تاجی سری ما هستید. کم نشو. سلامت باش پسرم. فؤاد چه حال دارد؟ میداند که من غمگین میشوم. برای همین نمیگوید. بازنش چگونه مناسبت دارد؟ خوب است شما تماما خاطر نشید. خوب نیست. من میدانم که خوب نیست. من پسرم رو از نگاه و آوازش میشناسم که فؤاد بسیار غمگین است. شخص عادت کرده عادتش را ترک نمی کند. ایسون می خواهد که خود نشان دهی کند، اما پسری من چشم و دلی سیر دارد. یک دیگر را نمی فهمند و یک دیگر فهمی هم نمی شود. من با برابر خواستگاری رفتن درک کردم. مادرش آیدی مال و ملک، شان و شهرت، سخن میران و من فؤاد گفتن پسرم تو با اینها چطور عادت میکنی؟ چی خیلی که میگویند مادرش را بین و دخترش را گیر، لیکن ما به این مقول عمل نکردیم. حکای رمزی چایت خنک شده است. چای گرم آوردم. تشکر. سلام علیکم رمزی. و علیکم السلام. مرحمت بشین. عثمان یک چای دیگر بیار. تو به قهوه خانه نمی آمدی؟ تو را دیده حیران شدم. نمیدانم حسن، نمیدانم. ای خدا. رمزی این به سیرای علاقه دارد. تو با او صحبت کردی؟ یا نیتمان رو به ینگه گفتی او ناراحت گردید؟ نه دخل ندارد. از کار و باری خودم غمگینم. آید با اون مسئله به من یک دو روز مهلت ده. با زنم و دخترم صحبت کنم، بعد به تو قرارم رو میگویم. خوب رمزی، انتظار میشویم. اگر از ما یگان کمک لازم باشد شد نکن. آخر ما بیگانه نیستیم. کمک میکنم. سلامت باش. تشکر. نوبت استرایک است. توبه میبینیم. بین تو تمام. زود بین. تمام شدنی من همین است. بی تو من چیکار کنم؟ اکنون بینید. شد. چخیل بوده است؟ چخیل بوده؟ بیشتر تو توپ را برداشتن نمیتوانستی، برعکس توپ تو را میبرداشت. حالا باش استرایک میزنی. تو کی کلان شده که من پیر شدم؟ این خیل نگوید. تا حال جوان و زیبا هستید. همین خیل میگویی؟ بله. اینجا بیا دختر جانم. گاهی چون این سخنها را با من بگو که شنیدنش گوارا است. خوب شده است. بازی رو دوام دهیم؟ بسیار میخوام، اما در خانه بیاد و با باید انتظار. درست با من هدیه میدین. مثلا شما همه توانید هدیه‌تان رو تقدیم کنید. بسیار میخواهم، اما باید اول تارت را ببری. ای تمام، من دستم رو شسته میآیم. مایلش زود بیا.
اینро همین خیل میمونم و وقتی خوب کردم به زمین میگذارم. برایت جای تنگ نشد؟ یعنی اگر رفیقانم بیایند اینجا برای رقص کردن خیلی تنگ میشود، اما باز اگر من برای پوشاندن کورپای سلیم اویم. مایلش چیکار میکنیم؟ مجبور صبر میکنیم. سلیم رو هیچگاه از خود دور نمیسازم، هیچگاه. تا با پا خسته بازی کردنش ترک نخواهم کرد. حسن نیت علی معلوم است، اما من دختر رو باید بپرسم. این چنین باید با ینگه‌شم صحبت کنم. چرا به خیال فرو رفتی؟ نه سیرای، اگر روزی تو اویله‌دار شوی سلیم رو من با خود میگیرم، فهمیدی؟ اویله‌دار شوی چی ها میگوی دکه؟ پسری آن فروشنده محصولات روزگار است که علی میخواست است که با تو اویله‌دار شود. احمق. اویله‌دار شدن میخواهد؟ من هیچگاه اویله‌دار نمیشوم، هیچگاه. گوش کن، من یک اویله‌دار شوی رو دیدم که زن شوهرش رو کشت. نه به شوهرش نه به کودکانش رحم نکرد. برای همین کسی به من اوید اویله‌دار شدن گپ نزند. آخرین در اختیاری توست، پس اهمیت نده. راست میگویی، نباید اهمیت داد. میدانی چی میگویم؟ چی؟ در اینجا یک قوطی گذاریم و لباس های سلیم رو درون آن میپرتاییم. قوطی لباس؟ بله. میشود؟ یافتم. سرم میکفت. مالش ده دخترم، مالش ده. باز دردم خروج کرد. میمورم. این چیکار میکند؟ دخترم حاضر به او میفهمونم. دخترم چی گپ است؟ وای سرکم، وای سرکم میکفت. وای میمورم. بین چه خیل است؟ بسیار خوب. بله، با درونش لباسهایش رو میمونیم و با بالایش رو پوش کنیم قوطی لباس میشود. بسیار خوب، تو آماده کن، من رفته سلیم رو میارم، اون نیز ببینه. خوب. تو چی حق داری که این رو میگیری؟ گلسوم، آخر وای در بالای بام بود و من چیزهای در درونش بوده رو. در درونش چیزهای مکتبی من بود. تو خودت تیست یا؟ چی حق داری که از من نپرسیده چیزهای من رو میگیری؟ اینجا چه گپ هست؟ پدر، این قوطی از آن من است و او از من نپرسیده گیری. اما چیزهایش رو در درون دیگر قوطی ماندم. این خود زیر تو چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ گلسوم بس است. و تو هم بس است که برای چی بوری هم طرفی من رو نمیگیری؟ برای چی همه طرفدار این دختر است؟ پدر، شما یکون چیز گویه؟ تمام بس کن، دمت را گیر. به من ده این را گیر. با پرتا تستر. بر زود باش. پدر رو شد کفایه؟ آرام شدید؟ شما به مانند انسان با هم مصلحت کرده نمیتوانید. تو چرا نپرسیده میگیری دخترم؟ تو باشی شرم دار. برای قوطی ناچیز غوغایی کرده را بین. سلامت باشید پدر، در حقیقت سلامت باشید پدر. من دختر شمایم. باری طرفداری من شوید. یک مرتبه من رو طرفداری کنید و از طرفداری این دختر دست کشید. نه، من چیزی رو نمیفهمم. بس است. مادر، من پدر و حکم رو من فهمیده نمیتونم. چرا دائما سیرای رو دستگیری میکنن؟ هستی و نیستیشون سیرای است. این دختر از من نپرسیده اشیاهای من رو میگیرد. این خانه از آنی من است یا از آنی وی؟ من این رو نمیفهمم مادر. نه، اگر پسر و پدر فرصت موافق را یابند ما را میرانند.
گوش کنید مادر، من به شما میگویم که اگر این دختر با دادرش از خانه نرود من خودم میروم، به خانه خالش میرود یا یگان جای دیگر برایم فرقی ندارد. سیخ نشو، آنها رو میرونیم. مادر به شما هم باوریم نمیآید، باوریم نمیآید. ای خدا، ای خدا، این چه روز بود؟ ای خدا، ای وای. میرال میدونی چی فکر دارم؟ نمیدونم چینگیز، فکر تو رو فهمیده نمیشود. زهر نزده گوش کن. کنج کوچه رو جای فروش آش کنیم ها؟ پلو با گوشت مرغ. بله دخترم، پلو با گوشت مرغ. مادرت یک دیگ برای تو و یک دیگ دیگر برای فروختن میپزد. این هم باز به عروبه چهارمغز سخت سالی گذشته مانند نشود. از اکای رمزی برای عروبه پول گرفته آن پول ها رو به قمار صرف کردی. نه چهارمغز سخت نفروشیم، برای آن که من دوست نمیدارم. آیا من با خواهش خودم مفلس شدم؟ آخر نصف چهارمغز سخت رو انا این دختر میخور. کودک رو برای فروش چهارمغز سخت عهده‌دار کرده خود در قهوه خانه وقت میگذراندی چینگیز. باز چی میشد؟ برخیز دخترم، با پدرت یکو بیار. بشین دخترم بشین، من میارم. حالا میبینم که از دستت چی میآید. این مادرت از کو؟ اگر به من مانع نمیشد من ثروتمند میشدم. پدر، دکانی پلو فروشی کشایم التماس. میکشایم دخترم و مادرت هم خبردار نمیشود. بخور فربیحک خودم، بخور بخور بخور. آه زردک من بخور. خالم الوان پلوی نخوددار میکرد، از آنی ما هم همین خیل شود. خالت الوان پلو نخوددار پخته بود و کتش خورده ایستاده است. روزها بسیار تیز میگذرد. زاد روزت مبارک باشد دخترم. عمری دراز پربرکت بینی دخترم. جانم عمرکت دراز شد. بیبی جان تشکر. گوشوار، یکی از گوشوارهای دوست داشته ای من. تشکر بیبی جان. اینش از من. ببین دستگاهی عکسبر داری؟ با این صورت میگیریم. بله این اصیلش. اکنون تخمین کن که بابایت به تو چه هدیه آورده است؟ سورپریز یعنی. انا ببین. باوریم نمی آید، برای من ماشین خریدن. اینجا بیا نبیره عزیزم. پدر، شهادتنامه رانندگی نزلی را گرفتند. 3 ماه از ماشین راندن محروم کردند. پدر جان. دخترم گوش کن، با تو صحبت کردیم نمیرانی. ایسون آخر من از تو پرسیده بودم. وای پدر، نگفتی؟ کاش که کودک رو نمیرنجاندی پسرم. مادر شما هم میدانید التماس. خیر من با او صحبت کرده او را آرام میکنم. لازم نیست، باز شما هم ارکه نکنید. تو چی ها میگویی؟ ما بابای نبیره همدیگر را میفهمیم. یک طرفیست. با پدرم کمی مناسبت خوب میکردی. مگر مسئله فرزندانم این طور نکنید، حضورمان رو ویران نکنید. نه نمیشود ترکان مادر جان. فؤاد بهانه کرده همه رو میرنجاند. اما من میدونم که تو برای چی این خیل کردی. برای چی بود است؟ در نزد هدیه پدرم هدیه تو هیچ بود، برای همین این طور کردی. فؤاد پسرم، برای من تاکسی جیغزن که من روم. مادر جان نمیشود، من شما رو میبرم. پدر عذر میخواهم، بسیار منتظر نشدید. نه گذرشین. تو حالا فرصتی داره که پدر و رفیقانت را انتظار کننده میتوانی. فرصت؟ چه خیل فرصت؟ فرصت گفته مدتی تا آیله دار شدنت را در نظر دارم. آن وقت بیاید یعنی آیله دار شوی، انتظار شونده دائما تو میشوی. با فکرم این طرف های خوب هم دارد. یعنی شخصی را انتظار هستی. حالا یگون چیزی انیق نیست، اما کوشش میکنم که انیق شود. کوشش میکنی؟ بله. اگر تو را اینقدر مجبور کرده باشد معلوم است که شخصی مهم است. او زیباست؟ بسیار زیبا، مثل فرشته است. شعری پدر. بیا. خیر من او را میشناسم. نه نمیشناسید و امکان شناس شدن را نیز ندارید. چی؟ و از کجاست؟ از خارج است؟ ترک و از همین جاست. پسرم میدونی که من پرسجو کردن این چیزها را خوش نمیبینم، اما مادرت میدونی که اگر فهمد میپرسد. پدر جان اگر مادرم فهمد در حقیقت دیوانه میشود. در حقیقت دیوانه میشود؟
چی؟ او در روزنامه ها نام برآورده است؟ نه اینطور نیست. دختر پیشخدمت است. پیشخدمت؟ بله پیشخدمت. بله راست گفتی. مادرت در حقیقت دیوانه می شود. به خاطر دختری یافته. جناب اکرم مهمان خانه را با نرخ خواسته ما به کسی دیگر می دهد. ما باشیم فرق را به صورت حساب شریکانه خود می گذاریم. بعضا فکر می کنم که باید از تو بترسم، اما باور کن این ترس رو بسیار دوست می دارم. کنی دادر جانم. همه میگذرد یکتایم. با تو وعده میدهم که همش رو صحت میکنم. می بعد من در برد هستم، فهمیدی؟ بین پگاه باز همراه هستیم، یک جویا نهاری میکنیم، بعد اکای ریفت هم می آید. باز بدون که در خانه جنجال به آخر رسید. شنیدی اما کم چی گفتند؟ من جانم رو هیچگاه ترک نمیکنم. تو هرگز غمگین نشو، هرگز خودت رو بیگانه حس نکن. اینجا خانه امکمون می باشد. اگر پدر نداشته باشیم هم امک داریم. او ما رو دائم حمایت میکند. سرای ایست، من خودم میکنم. نمی شود اکای رفت. آخر می شود. این کاری مردانه است. تو بیرون برا من میکنم. خیرت که هستی. امکم و تو رو دیده چی طور اویله شدن رو به یاد میارم. خیرت که هستید. سرای من دویمو در برات هستم. تنها به من بگو. من فقط دانم که تو به چی احتیاج داری. فهمو؟ شبی خوش دادر جان. سلیم اینجا بیا. انا این خیلی اوپا. ایزن چی اینجا مهمان خونه است؟ ببخشید. شیر بچم، جگرم.
انسان بسیار خطا میکند، بسیار. الوان را زنی خوب میدانستم، همچون خواهر قبول میکردم، اما خطا کردم. کودکش را نگاه بین کردن نتوانسته است. مادرت را هم زنی با وجدان میدانستم، حالا از من راندن کودک را انتظار. شما چی کاری از دستتان آید کردید؟ دیگر خود را گناهکار نکنید. نه این طور نیست. به چنگیز پول دادم اما باری هم خودم جیانم را نگرفتم، آب بازی نکناندم و نپوشانیدم، هیچ کار نکردم. اگر میکردم احوالش را بر وقتتر درک میکردم. فکر کردم که خاله‌اش از من هم خوبتر نگاه بین میکند. خود را فریب کردم. انسان نباید خودش را فریب کند، خود را تعریف نکند و دروغ هم نگوید. خدا را شکر که نهایت آمدی. خواب رفت؟ چی؟ نزلی خواب کرد؟ نمیدونم. با پدرم صحبت کرد و نمیدونم که آرام شد یا نه. باز تو چرا؟ تو هم کمی آرام شو، بعدتر صحبت میکنیم. با کجا؟ شب خوش. شب خوش. نزلی گوش کن. میدانم که تو آن ماشین را چقدر میخواهی. وقتی که از دستت گرفتن چقدر غمگین شدی این را نیز میدانم. از من بسیار رنجیده این را نیز میدانم. بسیار چیز را میدانم، اما دانستنم چی فایده دارد؟ گفته بپرسی. هیچ. پدر روز تولدم را برباد دادید. مادر و بابایم را رنجاندید و مرا نیز میرنجانید. چرا ما را میرنجانید؟ چرا این طور میکنید؟ برای آن که فکری تو را میکنم. فکر کن که آن ماشین را گرفتی و راندی، اما شهادتنامه رانندگی نداری. به صدمت دچار شوی، به خود یا به کسی دیگر ضرر رسانی، چی میشود؟ آن وقت چی میشود؟ در این باره فکر کردی؟ بابایت اینها را فکر نمیکند. مادرت را باشد خوب میدانی. در آخر کی میماند؟ همچون انسانی بد در نزد تو تنها من میمانم. این طور باشد نکنید پدر. اگر من خرسند شوم شما هم خرسند شوید. التماس. صبح بخیر. صبح بخیر. میخورید؟ نه تشکر. الو؟ چی خیر؟ در کدام بیمارخانه؟ فهمو، من زود می آیم.
میخوری؟ انا بگیر. لابای اوسیه. اپای الوان در کجایید؟ اپا زود بیایید. از درد میمیرم. با تو چی شد اوسیه؟ میونم شخ شد. حرکت کردن نمیتوانم. همین در جویم موندم. از درمانگاه نآمدم. التماس به خانه بیایید. سوزنده رو داریم اپا. مالش حاضر میویم. صبح بخیر. صبح بخیر. این شب صحبت کردن نتوانستیم. بله، چون که وقتی که من به خانه آمدم تو در خانه نبودی. با تو گفته بودم که با دخترها بازی میکنم. بعداً صحبت کنن چطور گذشتن وقت رو درک نکردیم. خیر، شما چی کار کردید؟ پدر و پسر صحبت کرده توانستید؟ بله، کمتر. تو حال اویدی صدمه گپ میزند؟ بله، گپ زد، اما سیاست شدن کودک را تسکین داده است. آهسته آهسته فراموش میکند. امیدوارم که این سیر تا آخر مخفی میماند. میماند. تو فکری خوب کن تا که خوب شود. اگر بار دیگر عاشق میشد. به فکرم عاشق شده است. کسی رو دوست میدارد. چی؟ اکرم، آخر این خبری عالی است. برای چی از اول نگفتی؟ کی بوده است؟ چی کار میکند؟ یگان چی گفت؟ از روی گفت خودش دخترک پیش خدمت بوده است. چی؟ پیش خدمت بوده است؟ فکری خوب کن تا که خوب شود. بیایید مردم، بیایید و بهترین نوه ها بیایید. انا 2 کیلو. مرحمت. تشکری زیاد. باز بیایید. خسته نباشه. تشکر. بیا با من چای ده. بیایید نوکایی تر و تازه. بیایید. پدر، من با سیرای گپ زدم. اون موضوع رو. موضوع چی رو؟ مسئله علی رو؟ او نمیخواد پدر. صحبت کردن هم نخواست. زود گپ رو به دیگر سو برد. تو برای چی این کار رو کردی پسرم؟ این موضوع ها رو هر وقت گپ زده نمی شود. هر کار راه و روند دارد. اگر کاری تو می بود می گفتم که رفعت رفته با سیرای صحبت کن. همین خیر گفتم. توبه. تو چرا سراسیمی؟ حسن با کرنه سرنه به خانه آمد. چرا غضبی می شوید پدر؟ سیرای نمیخواد. مجبور میکنید. البته مجبور نمی کنیم، اما این کار آدابی خود را دارد. مالش، من تکرارا پرسان می شوم. آخر پدر، او نمیخواد. شما بهترش با اکی حسن گپ زنید. این کار نمی شود گویید. باز به نزد ینگه الوان نرود. الوان نگو. الوان کیستن؟ نامی او را نگیر. الوان کیست که حسن به نزد او رود؟ او کی می شود؟ فهمو پدر. خیر، تو به خانه رو. بعدتر می روم. پیش از برآمده رفتن سیرای می روم. صبح بخیر. اوه، صبح بخیر. تینجی است؟ بیا با آفیس روید. نه تشکر، امانتتان را آوردم.
فؤاد، من آن ماشین را برای نبیرم خریدم. میدانم. من همچون پدرش نمیخواهم که آن را رانم. این عیب نیست مگر؟ این را کاش که پیش از خریدن ماشین فکر میکردید. پس از 3 ماه نزلی شهادتنامه رانندگیش را میگیرد. 3 ماه به درس ماشین رانی میرود. اگر من برانده توانستنش باور کنم، بعد ماشین را از شما میگیرد. تا آن وقت این بازیچه در توقفگاه پرماشین شما میایستد. روزی خوش. مادر، میدونید که این زن چقدر جوان مانده است. این زن هر سحر برایش نقاب اوکادو میکرده است. ما هم میکنیم. ای بیامان، نقاب بهانه است. آنها درد و غم ندارند، برای همین پیر نمیشوند. بله، درست است. ای خدا، گلیم رو نو شسته بودم آخر. فهمای انگا زود توزه میکنم زود. به خدا که من در این خانه دیوانه میشوم. مادر، در اینجا ایز میمونده باشد؟ دختر، تو چی کار میکنی؟ مگر والته کاسشوی گلیم رو تازه میکنن؟ خدای شد مادر جون. آخر من زود میشویم. لطه رو نشوی، بلکه برده پرتو برده آن را. ای خدا، کدام دیوانه والته کاسشوی گلیم رو تازه میکنن؟ مایلش بعد از کار برآمدم از اینها یک چند تا میخرم. نمیخوام که خرید. با من لطه خریده لازم نیست. گویا که من برای لطه یا پول گپ میزده باشم. دخترم 3 ماه است که به تو مادری میکنم و کوشش میکنم کار را به تو یاد دهم، اما چه فایده؟ از این گوشت میدارد، از گوش دیگرت میبراید. چه خیل باشم. من بسیار خوبم. ها، ناز کن. جناب عطیف، حسابات 6 ماه را پیشنهاد کن گفته بودید. نشان میدهم. استانبول، انتالیا، بودروم. این رو همین طور بیمان که برای موسم نو روی خطی نو میآید. خوب، از نو باز به شما دسترس میکنند. باز یک چند فروشنده طلبگارند. اگر نمیشد حیران میشدم. تشکر. تا حال پیامک ننوشت. مادر جون، این سراینده کی از شوهرش جدا شد؟ بینید در زیر می نویسد که کمی پس در پخش مستقیم مصاحبه می کند. این را باید تماشا کنیم. کمی پس اکه رفت می آید، اما تو آمدنش تو خوب کن. دم گیر مایلش، دم گیر. ارو بچه رو به درون ندارور. گلیم آنجا قیمت است، داغ میزند. بیا جونم. نمیفهمم. نه، من نمیفهمم. در حقیقت باوریم نمیآید که عطیف با پیشخدمت دختر عاشق شده باشد. در حقیقت به این باوریم نمیآید اکرم. باوریم نمیآید. بهترش عطیف را جیغ زنیم، چی بودنش را کشاد رفشن بفهمیم. اینجی سفسطه نخواه. عطیف کودک نیست و تو بیهوده جنجال نکن. جناب اکرم حقند خانم اینجی. در جوانی همه ما شور و شوق داشتیم. همینطور نیست تنیر؟ تنیر،
تو این دختر رو تفتیش کن که کیست، از کجاست، چی مقصد دارد، چی میخواهد بدانیم، یا اینکه از جن بپرسیم. اما عطیف نباید از این خبردار شود، نباید شنود. فهمیدی؟ با فکرت در این باره با جن باور کنه میشود؟ نمیشود. من با دیگر راه تفتیش میکنم، چون که عطیف و جیم دوست نزدیکند. اینجی مرا گوش نمیکنی، ولی من باز میگویم که به عطیف دخالت نکن، در حقیقت دخالت نکن، وگرنه ما او را از دست میدی. اما هم تو چای ده. مرامت ناک 2 لیره شد. ناک 2 لیره شد. 2 لیره شد. ادوکات زنگ میزند. 2.5 کیلو. مرحمت اکا. لبای جنابی ادوکات. سلامت باشید. من هم به شما زنگ زدنی بودم. کاریمان شد. خدا خواهد این قاتل را حبس میکنید. مشکلی نیست، بشرنامه امضا میکنم. 6,000 لیره؟ جنابی ادوکات شما چیکار کردید؟ آخرین بسیار گران. مایلش کاری کرده این مسئله را حل میکنیم. پسرم با من 3 کیلو بیهی برکش. گیرید وزنین تر شد. جنابی رمزی ادوان آزاد شده است میگویند. به دوزخ رود، او را باز حبس میکنم. اوه چه خیلی بوی خوش دارد. پولی میدان نداری؟ دیگر نیست، 200 لیره دارم. ندارم اکای رمزی. من دارم اکای رمزی. غیر از تو دیگر کم دارد. انا 1 کیلو. 2 دانهش خودش 1 کیلو میشود. به او دا گاب نزن، نخود 2 دانه 1 کیلو شود. زدم تدونه باید میشم. اکای رمزی، این زن با کر و فر به بازار آمده است. من چند بار گفتم که تک تکی پای من نگرد. مادر با من روبرو نشم نگفته بودم. چند بار آخر با تو گویم.